همچنین شما ای زنان به شوهران خود اطاعت نمایید، تا که اگر بعضی از آنها مطیع کلام نباشند به واسطه رفتار زنان به کلام تابع گردند. وقتی که رفتار پاک خدا ترسانه شما را مشاهده کنند، بگذار زیبایی شما نه آرایش ظاهری، گیسو بافتن، زیوری طلا بستن یا لباسهای زیبا پوشیدن، بلکه آدمیت باطنی صمیمی در روح حلیم و ساکت بی‌فنا باشد که این در نظر خدا گرانبهاست. چنانکه یک وقت زنان مقدس نیز خود را با امید بستن به خدا آرام می‌دادند و مطیع شوهران خود بودند، به مانند سارا که به ابراهیم اطاعت نموده او را آقا می‌نامید. شما فرزندان وی هستید مادامی که نیکی می‌کنید و از هیچ ترس مضطرب نمی‌شوید. همچنین شما ای شوهران با زنان که ظرف ضعیفتر هستند با ملاحظه رفتار کنید و آنها را همچون هم ارسان فیض حیات محترم دارید، تا که به دعاهای شما ممانعت نرسد. نهایت همتان هم فکر، هم درد، برادر دوست، با شفقت، مهربان و فروتن باشید. در عوض بدی بدی نکنید یا در عوض لعنت لعنت نگویید، برعکس برکت دهید، چون میدونید که شما برای آن دعوت کرده شده اید که وارث برکت گردید. زیرا کسی که حیات را دوست می‌دارد و می‌خواهد روزهای نیک بیند، بگذار زبانش را از بدی نگاه دارد و لب‌هایش را از گفتار مکرآمیز. از بدی دور شود و نیکی کند، طلبگار آسایشتگی شود و در پی آن باشد، چون که چشمان خداوند سوی عادلان نگرانده شده است و گوش‌های او سوی دعای آنها، اما روی خداوند و مقابل بدکاران است.